پایه چهارمضربی ترکیبی شماره 21. این پایه چهارمضربی ترکیبی که اون رو میتونیم نوع تغییر یافته پایه چهارمضربی ترکیبی شماره 1 بدونیم. در نظر داشته باشیم مثلا در میزان 6/8 4 تا سیاه اول شامل یک زینت هست که اسمش رو گذاشته بودیم زنگریز، یعنی از یکی از واخوان‌ها به نوت اصلی ما ریز بدیم. پس یک زنگریز داریم، دو تا تکریز. این زنگریز میتونه از دستباز سیم اول هم باشه. پایه چهارمضربی ترکیبی شماره 22. پایه چهارمضربی از تکنیکی هست که نامش رو من گذاشته بودم زنگ تکریز، یعنی یه دونه واخون و یه دونه تکریز تشکیل میشه به اضافه دو تا تکریز دیگه. انگار ما 3 تا سیاه در یک میزان 6/8 داریم، سیاه اولمون یک زینت هم داره. پایه چهارمضربی ساده شماره 3. این پایه چهارمضربی در 3 ضربی‌های ساده دیده میشه، شامل 3 تا سیاه هست که سیاه اول یک زینتی داره. این زینت به صورت یک تک به سیم‌های واخون اجرا میشه و بعد روی نوت اصلی ریز که من اسمش رو گذاشته بودم زنگریز. این پایه رو در چهارمضرب بیداد استاد هوشنگ ظریف میتونیم ببینیم. این پایه رو در چهارمضرب بیداد استاد هوشنگ ظریف میتونیم ببینیم. پایه چهارمضربی ساده شماره 4. این پایه که در 3 ضربی‌های ساده دیده میشه، شامل تکنیکی هست به نام زنگ تکریز و 2 تکریز دیگه. این زنگ تکریز میتونه از دستباز خود سیم هم باشه.